اومدیم سراغ قسمت 2 ماینکرافت سری سروایور. امیدواریم از این ویدیو قبلی قسمت دوم. خب داداش تو کجایی؟ داره شب میشه. ای با من هیچ جا نمیبینم، شب شده. بچه صبر کنید ریسک کنم نور گوشیمو زیاد کنم. هیچ نمیبینم، من با نور کم بازی میکنم بچه ها. هر کی نور کم بازی میکنه دکمه سابسکرایب بزنه. هر کی نور زیاد بازی میکنه دکمه لایک بزنه. مگه نه حسین؟ حالا مثلا جان آها راستی این کوه من کوه خیلی دوست دارم. بچه کم یارش پایین‌تر با نور زیاد اذیت میشه چشام. من هیچی نمیبینم. منم نمیبینم. آقا سکو زیاد کنی خونه اونو ساختیم بعد کم کنی. بابا من نور خون مثلا اینقدر نزدیک بودم که نزدیک بیافتم دریا. ای بابا چوب خاکام نمیامش تموم میشه. حسینم خب اسکول نمیتونه یه چوب بکنه. در ساعت پیدا دارم الان. بیا بده. کجایی تو؟ مثلا اینقدر نوره همون دریاچه مگه نمیدونی کجاست؟ بخاله همون دریاچه. واسه ببین همه چوبات هم بره به فوت فنا. شما بریم خونه بخوریم. واقعا خوبه میتونیم پشم داریم میتونیم بسازیم. من یه چیزی رو بخوام بسازم. رفتم چه بادی میاد. من یه قاری کندم. من ریوالیرم. من یه 13 تا خاک میکنم میذارم برای خونه. موقع تو همش 10 ساعته داری چشماتو میخورونی این کارو میکنی این کارو میکنی. آخه هیچ جور دیگه نمیتونم ببینم. بابا من از زامبی اومده سمت خونه. چجوری خاک بکنم؟ تو من بگو الان. داشت وقت خودم. من دوستم نجات بدم. گوشی من میزنش توی آخر. من دو کم غذا دارم، غذام کمه. غذا من 2 تا و نیمه. خب خوبه. برای تو 2 تا و نیمه، برای من 1 شد الان. مثلا سن میکنی بریم باشون بالا. بسیاریم داداش من به چوب خورم. ای بابا سب کنید بچه صبح کنم. صبح کردیم ساعت شدیم. نه اصلا این گل گل نه اصلا من داشتم جان کجایی؟ رحمت الله و برکات. باش من باید یه غذایی پیدا کنیم. غذامون کمه. من 2 تا غذایی تو چند تاست؟ یه دانه تموم شده ولی دمیج نمیخوره. حاجی راست میگی؟ آره چطور مگه؟ من خیلی کندیم. آره من یک گوسفندم پیدا کنم سکو گیرش بیارم. من یک گوسفند گیر اشکال اشک. آقا بمیرده یه پدرم در اومد. مسئله دارم میام پیش خونه. سر خونه اینجا ساره؟ بغل خونه هم پاره چوب بوده چرا رفتون دورا؟ گوشی تو اینجا من غذا من الان انقدر کمه نمیتونم بودم. یه دونه است. یه دونه است برای من. نمیشه زد ارتفاع بیفتم بمیرم نمیشه میشه. نه مثلا من چند گاف پیدا کردم. برو بکشم. نگه چند سری میشه چوب کم دست تا داری چوب میکنی. داداش الان یه گاف پیدا کردم میخوام بکشمش. خونه هم نمیتونی پیدا کنی. چه؟ خونه من گفت سیب پیدا کردم. من یه سیب داشت همونو خوردم. ولی بعدش این 3 تا غذا. داشت من یه گاف 2 تا گاف چند تا گاف پیدا کردم. ببینه اشک بلد نیستی بگی اشک ولی اشک. میگه آخ زان گوش دارم ماما مسئله من. آخ ماما مسئله برای من غذام خالی شد داشت بهم دمیج میداد. غذا پیدا کردم خوردم. چطوری؟ ای بیشور بده من یه غذا. سلام من غذا دارم. تو غذا داری داشت؟ من غذا پیدا کردم. دارم به بلندی دارم پیدا شو همقدر دریاچه رو. سلام میشه بگیم بریم کجا؟
من یه دونه غذا دیگه مونده تا پر بشه غذا. من 4 تا. اما این تبرم این میکشن. این گوشتشو میده دوتاشو خوردم. من فقط یه غذا دیگه میخوام. اینم خواهم غذای منو پر میکنی فهمیدی؟ وایسا بینم من خوب کوینه پیدا کردم. من میکشم. پر خب وایسا بینی. ای بابا ببینم اومدم ببندن. ببین با بهش پیش بود ببین. حسین کجایی؟ میدونم دور از دریاچه مثل اینکه خیلی دور شدم. دیدی؟ مثل اینکه اما ما غذایی رو پیدا کردم. سلام بچه ها اومدیم توی مپ جدید. حسین خوب اسکول بود نمیتونست یه چوب بکنه. من سر چوب کندم. من غذام پره. من میرم گوشت اینو جمع کنم. من چوب بکنم باشه؟ به من چه؟ تو غذا جمع کن. من دارم غذا جمع کنم. یه خوشی کسی پیدا کرد کشتمش. میخوام چوب بزنیم بچه ها. بچه حسین هم داره چیز میکشه. اوه حسین ساکت شده بچه ها. خونه رو بسازیم. بچه ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. کل ویدیوهای ماینکرافتی داریم. خداحافظ.